ассалому алайкум шунавандаҳои гиромӣ. гуфторамонро аз силсилаи хониши адабӣ оғоз менамоем. ба таваҷҷӯҳи шумо китоби якуми асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон забони миллат, ҳастии миллат таҳти унвони ба сӯи пояндагӣ дар қироати корманди шоистаи Тоҷикистон Ализода Абдурашид Хоҷамқул. гуфтори якум. пешгуфтор. نهم سپتامبر سال 1991 در خریطه سیاسی جهان دولت صاحب استقلال با نام تاجیکستان ثبت شد و خلق کهنسال تاجیک پس از 1000 سال محرومیت و برکناری از دولت و دولتداری و عدم اشتراک در تعیین سرنوشت خویش دوباره به عرصه سیاسی برگشته حق از دست داده و پایمال شده خویش را صاحب گردید. این رویداد تاریخی نه تنها برای تاجیکان تاجیکستان بلکه برای تمام تاجیک زبانان، مخصوصاً برای همه کسانی که صرف نظر از مکان و جای زیست خود را منسوب به ملت تاجیک می دانند، دستاورد بزرگی سیاسی گردید. با شرافت استقلال زبان تاجیکی به فهرست زبان دولت‌های مستقل جهان داخل شد. برای شناخت ملت تاجیک به صفت یک خلق دارای همه علامت و نشانه‌های ملت تاریخی زمینه‌های سیاسی فراهم آمد و در آریا شناسی و ایران شناسی معاصر شاخه صفتا نوی تاجیک شناسی جای رسمی و مستقل برای خود پیدا نمود. این گردش بزرگ در سرنوشت خلق تاجیک از جهت اهمیت تاریخی و محتوای اجتماعی و سیاسی به ده‌ها قرن زندگی این مردم در حاشیه و پاورق سیاست دولت و دربارهای بیگانه برابر می باشد. با فرارسیدن استقلال ملت دیرین تاریخ پس از آن همه پایمال سازی های منفعت های ملی پرچم آزادی و استقلال را در قلب آسیا در یکی از منطقه های پرجوش و خروش سیاست جهانی برافراخته جایگاه شایسته خیش را در سیاست و اقتصاد و فرهنگ این حوزه عظیم تمدن‌زا به دست آورد. این حقیقت تاریخی و این آرزوی دیرینه که افسانه به نظر می رسید جامعه عمل پوشید و در کتاب بزرگ تاریخ تاجیکان فصل نوی با نام دوران استقلال بازگردید. چنانکه از تاریخ سیاسی و تجربه جهانی می دانیم مرحله گذریش هر دولت و کشور تابع به سوی استقلال دوره بسا دشوار و کاری پرمسئولیت برای ملت و پیشوایان سیاسی آن بوده در هر کشور ویژگی ها دارد. بر این اساس در تاجیکستان نیز پس از اعلان استقلال مسئله و مشکلات زیاد اجتماعی و سیاسی و اقتصادی که خاص این مرحله می باشند به میان آمدند. از جمله نخستین مسئله پیش آمده آن بود که تاجیکستان با آن سرمایه و میراث مادی و معنوی که از دوران شوروی باقی مانده است
برای بنیاد دولت مستقل چی امکانات سیاسی و زمینه‌های اقتصادی و اجتماعی در اختیار دارد. چنانکه می‌دانیم دولت شوروی از ابتدا طوری بنیاد گردیده بود که جمهوری‌های آن در مجموع یک پیکر واحد و یک دولت عمومی را تشکیل داده، علاوه بر محور یگانه ایدئولوژی و سیاسی با صدها رشته اقتصادی و اجتماعی به همدیگر پیوسته و وابسته بودند. از این رو پس از فروپاشی آن بجز یک دو جمهوری مقتدر دیگران امکان نداشتند که به صفت یک دولت مستقل به مفهوم تام این اصطلاح زندگی کنند. بنابراین پس از کسب استقلال نخستین سؤال این بود که چگونه باید این نیمه استقلالی را به استقلال واقعی تبدیل دهیم. از جانب دیگر تاجیکستان یکی از جمهوری‌های خرد نسبتاً عقب مانده زراعتی اتحاد شوروی بود که نه صناعت مستقل و پیشرفته، نه متخصصان ملی با تجربه در ساحه‌های علم و تکنولوژی معاصر داشت و نه قلمروی وسیع با ذخیره‌های طبیعی اقتصاد ساز. پس از فروپاشی اتحاد شوروی و تقسیمات دارایی‌های این دولت ابرقدرت جهان نیز میراث زیاد نصیب تاجیکستان نشد. هرچی بردنی بود برده شد و هرچی ماندنی تاراج و یا به رسم معمول در آن سالها زود صاحب پیدا می کرد و یا از خود کرده می شد. در عرصه سیاست خارجی و مناسبت‌های بین المللی هم طبیعی است که تاجیکستان تابع سابقه تاریخی و یا تجربه عملی مستقل نداشت. علاوه بر این مشکلات و عقب ماندگی عقیدوی جامعه را ناآرام و گرفتار بحران سختی فکری کرده بود. پایه‌های ایدئولوژی حاکم که زوار آن از مرکز از سرچشمه آن آغاز گردیده بود در تاجیکستان هم به لرزه در آمده در حال سقوط بود. در افکار جمعیتی اندیشه های گوناگون اجتماعی و سیاسی با رنگ های مختلف و جریان های دینی نو برآمد پهن می گردید و هر کدام می خواست فضای خالی مانده ایدئولوژی را اشغال نماید. نقاب ها گوناگون و هدف و سمتگیری های سیاسی از آن هم گوناگون تر بود. تبلیغ و تشویق غایه دولت دموکراتیکی از مرکز پهن می شد، هرچند هدف سیاسی و بیشتر جنبه تبلیغاتی داشت، باز هم در بعضی دایره های روشنفکران طرفدار پیدا کرد. ولی چون در فرهنگ سیاسی کشور سابقه تاریخی و در افکار جمعیتی آن روزها زمینه مساعد نداشت، به تدریج بازار گرمی روزهای اولی خود را از دست داده خصلت عام نگرفت. دیرتر گروه از هواداران این مفکوره صادراتی را میوه سیاسی هنوز خام و نارسیده و در آن ابزای بحرانی
بی پایه و بی زمینه دریافته از این موج کناره‌جویی کردند و طایفه دیگری از آنها به خاطر منفعت‌های شخصی زیر تأثیر نیروهای سیاسی قوی‌تر و سازمان یافته‌تر قرار گرفته رنگ باختند. در نتیجه این دستاورد سیاسی و اجتماعی جهان معاصر در زمین نوآباد افکار سیاسی آن روزهای کشور ما به طرز سالم نشأ و نما یافته نتوانست. یک گروه هم پیدا شد که از کمسوادی مردم استفاده برده در مسئله های دینی فتواهای اغوا انگیز و ساده لوحانه صادر می کردند و از این راه صاحب امتیاز و ثروت می شدند. البته عیب در تفکر دینی سنتی و یا اصولهای دموکراتی آزموده شده نبود، بلکه عیب در آن بود که اختلافات نظری و برخوردهای فکری بدون زمینه سازی و آماده کردن افکار جمعیتی حتی گاه با زور و بدون توجه به واقعیت‌های جاری، روحیه و خواسته‌های مردم و شرایط و اوضاع اجتماعی و سیاسی کشور صورت می‌گرفت. همه این مشکلات چنین پیشامدهایی بودند که ملت تاجیک در تاریخ خود تا آن روز به این شکل ندیده بود و تجربه حل آنها را هم نداشت. تنها یک چیز مسلم بود که چنین مسئله هایی که به سرنوشت خلق و آینده دولت و استقلال کشور مربوط بودند به زودی و به آسانی حل نخواهند شد. برای این پیش از همه وقت و شرایط مساعد داخلی و خارجی لازم بود و دوم آنکه چنین مسئله های جدی باید با احتیاط مرحله به مرحله و با دست شخصان صادق به وطن و ملت حل و فصل می گردید. ولی متاسفانه جریان رویدادهای اجتماعی و سیاسی در کشور طرز صورت گرفت که زمینه‌های تحولات تدریجی کشور و رشد آسایشته استقلال را در چنین مرحله حساس به کلی از بین برد. فروپاشی نظام شوروی و ساختارهای سیاسی و اقتصادی آن، شکست ایدئولوژی حاکم، نبودن احزاب سیاسی کار آزموده و شناخته در کشور، تصورات غلط درباره ثروت‌های مادی و امکانات اقتصادی کشور، درک مفهوم استقلال به معنای آزادی مطلق و حتی آنارخیسم، حیرانی و سرگرمی از آزادی‌های به دست آمده، نبودن تجربه دولت سازی و کشورداری، ظهور محلگرایی، غریزه انسان ابتدایی و بازمانده جامعه قومی در سیاست، مداخلات خارجی، سمتگیری‌های مختلف ایدئولوژی، امید بستن به این و آن دولت بیگانه، بی‌مسئولیتی و سهلنگاری گروه‌های سیاسی جوان در مسئله‌های حیاتی مملکت، نبودن راهبر و پیشوای اعتراف شده ملی و ده‌ها عامل و انگیزه‌های آشکار و نهانی داخلی و خارجی کشور را به جنگ داخلی کشید. این همسایه جنگی و برادرکشی،
آتش زدن خانه و خراب کردن وطن خویش که جز خودکشی نام دیگری نخواهد داشت، عاقبت‌های دهشتناک و خسارات جبران ناپذیری مادی و معنوی به بار آورد و روند انکشاف حیات اجتماعی و سیاسی و اقتصادی کشور را به 10 سالها عقیب انداخت. مردمان آسایشته که روز تا روز بی‌نواتر می شدند، از بیم جنگ ترک وطن کرده گروه گروه به کشورهای دور و نزدیک پناه می بردند. دولت عاجز و ناتوان شده، فقر و بیچارگی و سکوتی وحشتناک کشور را فرا می گرفت. در چنین زمانه خونریز و دوران بیسر و سامانی، با سعی و تلاش یک گروه وکیلان عاقبت اندیش شورای عالی و شخصیت‌های اجتماعی وطن پرست کشور، 16 22 نوامبر سال 1992 در قصر ارباب شهر باستانی خوجند اجلاسیه 16 شورای عالی جمهوری تاجیکستان برگزار گردید. در این اجلاسیه رهایی بخش ملی که تاریخ نگاران و سیاست شناسان امروز و فردا بارها به نقش آن در آغاز دوره استقلال و تاریخ نوین تاجیکان مراجعت خواهند کرد، حکومت قانونی را تشکیل نمود و بار ریاست شورای عالی و صدارت حکومت نو را به عهده این جانب واگذاشت. راهبری کردن به دولت فلج و رو به زوال و حکومت بازیچه دست گروه‌های بی خبر از حال زمان و احوال جهان و یا حکومت راندن بر مملکت بیمار و بی ثباتی که در هر گوشه آن منصب تلاش خود را امیر و حاکم پنداشته با جان و مال و ناموس مردم بازی می کرد، البته کاری سهل و ساده نبود. با درک این مسئولیت بزرگ تاریخی، حکومت رسمی به کار شروع کرد. سخن درباره سرنوشت وطن و ملت و بقا و دوام عمر آن می رفت. هر گونه سهلنگاری و کوتاه نظری سیاسی در این راه می توانست باعث سرزدن فاجعه نو گردد. مسئله راه حل نظامی نداشت. یگانه راه درست به نظر ما راه صلح و آشتی، گذشت و سازش و عفو و بخشش جانب‌های مخالف و برگردانیدن مهاجران اجباری به وطن بود. در غیر آن حتی برای شخصانی دور از سیاست و دانش عمیق تاریخی عیان بود که اگر چنین خودکشی به این بیباکی چند وقت دیگر در این سرزمین دوام کند، دیر نگذشته تاجیکستان همچون دولت یگانه و مستقل از بین خواهد رفت و سرنوشت آینده فرزندان این وطن را حتی تصور کردن هم دشوار بود. خوشبختانه با سعی و تلاش حکومت جوان و مساعدت و همکاری دوستان آزموده، ما از سخت‌ترین امتحان تاریخ نوین خویش با سربلندی و در عین زمان عاقل‌تر و با تدبیرتر به در آمده صدها هزار مهاجران اجباری را به وطن برگردانیده آتش جنگ را خاموش نمودیم.
مخالفان و آزرده خاطرانی به هم جنگی یکدیگر را بخشیدند و پرچم صلح و صفا و یگانگی و وحدت بر فراز سرزمین آزاد زادگان به جلوه درآمد. سالهای بعد جنگی نیز برای ما سالهای مرکب بود. روند دولت سازی و دولت داری که اکثریت جمهوری های سابق شوروی آن را در فضای صلح و آرامش عملی می کردند، در کشور ما با سببهای یاد شده نه تنها به تأخیر افتاد، بلکه در بعضی ساحه‌های حیات اجتماعی و اقتصادی به کلی قطع گردیده بود. با خاتمه جنگ و تأمین وحدت ملی اکنون ما باید کوشش می کردیم که عقب ماندگی و فاصله های ایجاد شده را کمتر نماییم و کارهای نیمه تمام را به انجام رسانیم. راه ناپیموده و ناآشنا، امکانات اقتصادی محدود، وظیفه ها دشوار و تأخیر ناپذیر و سفری طولانی به سوی آرزوهای شیرین استقلال واقعی در پیش داشتیم. با عزم و اراده مردمی صلح دوست و تحمل پذیر خود در اندک زمان کشور را از ورطه نابودی و پراکندگی رهایی بخشیده، در پی آبادی خرابی ها و درمان دردها افتاده، خلقی از سیاست رانده شده را در مسیر سیاست جهانی قرار دادیم. اقتدار اقتصادی مملکت و سطح زندگی ساکنان آن را به قدر امکانات زمان و برداشت ذخیره‌های طبیعی و انسانی کشور بلند برداشتیم. به ملل جهان دست دوستی و همکاری دراز نموده، خود را به حیث ملت با فرهنگ سازنده و صلح دوست معرفی کردیم. یکی از مسئله های جدی این دوره مسئله انتخاب شکل دولتداری بود. ما در پایان سده 20 قرار داشتیم و صلاح و مصلحت منطقی آن بود که باید دولت زمانوی و از جهت شکل و مضمون جوابگوی طلبات عصر نو ساخته شود. این اندیشه با روح زمان و خواست جامعه موافق افتاد و با اراده اکثریت مردم شکل دولت یگانه دنیوی، حقوق بنیاد، دموکراتی و اجتماعی مناسب به شرایط جهانی معاصر برگزیده شد. ولی در عین زمان دولت نوی تاجیکان بی شبهه می بایست دارای خصوصیت ملی نه ملتگرایی و به فرهنگ سیاسی، سنت‌های ملی و ارزش‌های مقدس دینی و معنوی گذشته خلق ما سازگار می بود. زیرا در تاریخ جهان دولت‌های نیکنام باقی مانده اند که اقتدار و توانایی آنها بر پایه ارزش‌های فرهنگی و ترقیات علم و فن ساخته شده بود و طوری که می‌بینیم امروز هم آنها را به نام دولت‌های متمدن و یا جهانی متمدن یاد می‌کنند.
چنان که فرهنگ و تمدن‌های بزرگ زمینه‌های معنوی انکشاف دولت را مهیا می‌نمایند، دولت مقتدر و متمدن هم برای پیشرفت و حمایه فرهنگ و تمدن خود شرایط مساعد فراهم می‌آورد. خوشبختانه خلق ما از جمله چنین مردمانی فرهنگزا و تمدن ساز دنیای قدیم به شمار می رود. آفریده های مادی و معنوی عام در یک منطقه وسیع جهان پهن گردیده، نه تنها مردمی هم نژاد و به هم نزدیک، بلکه قوم و قبیله های گوناگون را در دامن خود پرورده است. بنابراین اگر از ذخیره های ثروت های مادی و اجتماعی و سیاسی صده های آخر دارایی های لازمه جهانی نو و شرایط معاصر برای ما کمتر باقی مانده باشد هم، ولی از جهت میراث فرهنگی و ارزش های اخلاقی و معنوی عمومی بشری ما صاحب ثروت نادر و کم نظیری بودیم که در تار و پود ملت تنیده است. از این جهت حکومت نو از اول فعالیت خیش کوشش می کرد که دولت جوان تاجیکان بر اساس همین عنعنه‌های تاریخی و فرهنگ جانبخش ملی استوار باشد. این کار در نگاه اول سهل و ساده می نمود. مشکل آن بود که مردمان عادی در اثر سیاست‌های طولانی استعماری و ظلم و زوری قوم‌های بیگانه حاکم به این سرزمین در بسیار مورد از تاریخ و فرهنگ گذشته خود آگاهی کامل نداشتند. تا دوره‌های نزدیک دانش تاریخی آنها اصلاً با نام چند شاعر و ادیب معروف و یک سلسله اشعار تحریر شده آنها خلاصه می شد و یا به استثنای یک سلسله اثرهای اعتراف شده دانشمندان تاجیک بیشتری آثار دیگری علمی دایر به تاریخ و فرهنگ ما در دایره های علمی معاصر جهان با دست عالمان و محققان خارجی نوشته شده اند که ملت قدرشناس تاجیک نام آنها را به نیکی یاد می کند. شما گفتار اول را از روی کتاب یکم اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان زبان ملت هستی ملت تحت عنوان به سوی پایندگی در قرائت کارمند شایسته تاجیکستان علیزاده عبدالرشید خوجمپور شنیدید. کارگردان شیرعلی نزلی، صدابردار نگینه خیرالله. پایان گفتار از سلسله خوانش ادبی.